به نام خداوند بخشنده مهربان. بینندگان عزیز سلام. همگان درباره محاکمه بازداشت شدگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که در چند ماه گذشته جریان داشت آگاهی دارند، اما آنچه که برای همگان شاید نو باشد این است که ایبدار کننده دولتی در این اخیر برای 5 نفر از این بازداشت شدگان حبس ابد درخواست کرده است. در واقع درخواستی که در پشت درهای بسته مخفی و در حال صورت میگیرد که هیچ یک از خبرنگاران یا نمایندگان جامعه شهروندی در آن حضور نداشتند و به خاطر بررسی این موضوع ما میرویم تا با استاد محی‌الدین کبیری مصاحبه و گفتگوی داشته باشیم. استاد خوش آمدید و می‌خواستیم در ابتدا از شما بپرسیم که آیا این حکم برای شما یک حکم غیر منتظره بود یا اینکه چنین چیزی را از دادگاه انتظار داشتید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حمد بر خدا را و درود بر رسول محمد صلی الله علیه و سلم. قبل از آن می‌خواستم به همه برادران و خواهران به خصوص به خانواده های این بزرگمردان و خواهرانی که در زندان هستند و این حکم های ظالمانه علیه آنها دارد صادر می شود تسلیت و تعزیه خود را بیان کنم. همدلی و همدردی خود و همه برادران و خواهران و همه ملت را حتی می توان گفت بیان میکنیم و از خداوند برایشان صبر و برای برادران و خواهران زندانیمان آزادی هر چیز زودتر را تمنا داریم. واقعا برای من این مهلت هایی که طلب شد از طرف دادستان غیر انتظار نبود. تقریبا انتظار داشتیم که چون یک حکمی بسیار سنگین صادر خواهد شد، البته با اختلاف سالها، ولی بالاخره همه انسان هستیم و وقت برابر شنیدن این خبر همگان غمگین شدند که چگونه با تهمت با ظلم میتوان بالای یک دست فرزندان ملت این گونه حکم ها را اعلام کرد. حالا هم که لحظه‌ای که ما و شما صحبت داریم حکم دادگاه صادر نشده است، تنها این ایبدار کننده دولتی طلب چنین حکم را دارد، ولی به هر صورت به نظر داشتیم که در ما هیچگاه سود مستقل نبود، همچون یک شاخه حکومت دولتی و کاملا زیر تأثیر و تصرف حکومت اجرایی بخصوص شخص اولی کشور قرار گرفته است و بنابر همین نباید امیدوار بود زیاد که دادگاه حتما تغییرات جدی در این حکم وارد خواهد کرد. میخواستم نکته را تاکید کنم که هنوز در روزهای اولی بازداشت شدن اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پرزیدنت صراحتاً آنها را جنایتکار اعلام کرد بدون کدام محکمه و دادگاه و تفتیش که حق ندارد یک انسان اگرچه پرزیدنت هم باشد بدون محکمه و دادگاه کسی را جنایتکار اعلام کند و طلب کرد که برای آنها سنگین ترین جزا پیش بینی کرده شود که این در یک سخنرانی آشکار گفته شد. این علاقه قانونشکنی است، هم قانونشکنی است و هم علاقه یک سپارش سیاسی است که از طرف رهبریت کشور به مقامات تفتیشاتی و سودی داده شد و بازم تکرارا میگم با نظر داشتیم که سود در ما مستقل نیست. ما شدیداً نگران هستیم که نسبت برادران و خواهران ما حکمی بسیار هم ظالمانه سنگین صادر خواهد شد. استاد شما فکر میکنید این حکومت با صدور این حکم یا اینکه با طلب چنین یک محکومیت شدید میخواهد چی رو اثبات کند؟ فکر میکنم این یک چیزی عادی نیست، یعنی یک چیزی از پیش طرح‌ریزی شده و تقریبا از پیش معین شده است و حکومت با این حکم به دنبال چی است؟ حکومت پیامش رو حرفش رو به مردم قبل از نهضتی‌ها گفته بود. وقتی که ببینید پیش از مسئولین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چندین شخصیت‌های سیاسی مستقل را زندانی کرد با مهلت‌های طولانی. یعقوب سلیموف، غفار میرزایوف، محمد رضا اسکندرов، اخیراً زید سعیدوف و چندین ادوکات‌ها مثل شهرت قدرت و دیگران. عیب آنها در چی بود؟ عیب آنها در آن بود که اینها همچنین انسان‌های مستقل آشکار گفتند که شما دارید اشتباه میکنید، خطا میکنید. رهبریت امروزه تاجیکستان
دزدی رو چندان اهمیت نمیدید، حرامخوری رو اهمیت نمیدید، قلابی، حتی زمین فروشی و وطن فروشی برایشون چندان اهمیت ندارد. فقط یک مسئله برایشون مهم است که هیچ شهروند دعوای حاکمیت نکند، دعوای استقلالیت و آزادی نکند، مخالف به حرفهای رهبریت کشور نباشد. اگر شما دزد هستید، غارتگر هستید، زیناکار هستید، وطن فروش هستید، فسادکار هستید، کروپسیونر هستید، برای رهبریت کشور هیچ مشکل ندارد، چشم میپوشد. ولی اگر شما یک انسان پاک آزاده هم باشید، مثل همه اون برادران که الان در زندان هستند، چه اعضای نهضت و چه غیر نهضت، ولی برابر اون که شما مخالفت با سیاست‌های اشتباهی کردید و صدا بلند کردید که ما هم شهروند هستیم، ما هم انسان هستیم، شما هم جنایتکار میشوید، هم کروپسیونر میشوید، هم وطن فروش میشوید، هم خائن میشوید و این حکمایی که صادر میشد بالای شما تحمیل خواهد شد. بنابر همین اون کاری که امروز دارند با اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میکنند و اون پیامی که شما گفتید چی میخواهند به مردم دارند میفرستند، الکی زودتر فرستاده بودند و میترسم که در آینده هم این ادامه خواهد داشت، اگر به شرطی که ملت خودش با یک قاطعیت پیش روی این جنایت ها را نگیرد. فکر میکنید ملت چگونه میتواند پیش روی اینها رو بگیرد؟ و شما چگونه که گفتید رئیس جمهور قبلا این پیام رو داده بود و اونها اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو جنایتکار اعلام کرده بود، ولی تا امروز اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در هیچ جا به یک شکل بگیم جدی عکس العمل خاص نشان ندادن. تا حال چگونه میتوانند پیش راه این خودخواهی، این گونه مثلا یک اقدام های واقعا هم ضد ملی و خطرناک رو بگیرن مردم؟ ببینید، از نگاه من در جهان هیچ ملت مثل ملت تاجیک صبور نیست. حالا این عیب است، این برد است، باخت است، قضاوت به دیگران است، ولی وقتی که میگه یک ملتی صبور، پیش نظر همیشه ملت تاجیک میاد، چون هیچ ملتی رو امروز نه در افریقا نه در آسیا نداریم که 6 ماه بدون برق زندگی کند و یک روز هم صدا بلند نکند. هیچ ملت، حتی در افغانستان همسایه‌مون که با وجود همین قدر جنگ و جدال، همین زمستان چند روز برق قطع شد، اون هم به دلیل ترکاندن خط برق که از تاجیکستان می آمد. مردم تاجیک بدون برق زندگی میکنن، صبر دارن، ولی مردم افغانستان که برق تاجیک رو میگیرن با این همه جنگ صبر نکردن و استعفای حکومت رو طلب کردن. نهضت اسلامی تاجیکستان هم، دیگر حزب و حرکت ها هم و تمام مسئولین هم جز این ملت هستند، جز این ملت صبور، بخصوص باز نهضت اسلامی تاجیکستان که همیشه سیاست صبر رو پیشه کرده بود و بارها برای این سیاست ما انتقاد شنیدیم، اعراض شنیدیم و هنوز هم شنیده ایستادیم. بعضی از دوستان به این نظرن که شاید صبری از حد زیادی ما باعث این همه مصیبت ها و باعث بلند پروازی های حکومت شد که بالاخره کار به خیانت و عهدشکنی رسید. ولی من باید این نکته رو بگم که اگرچه ملت تاجیک خیلی صبور است، ولی صبر ملت انتها دارد. به نظر من دارد آهسته آهسته صبر ملت به پایان میرسد. من نمیگم که از همه انسانی صبور در کشور من هستم یا اصلا رهبریت نهضت است، ولی یکی از عیب‌هایی که به من میگیرن همین صبرم هست. ولی احساس میکنم که آهسته آهسته حتی من صبور هم دارم صبر خود را از دست میدهم. البته نه به معنی آن که من احساساتی شوم، خدای نکرده تصمیم‌های غیر عقلانی و غیر منطقی بگیرم، نه. ولی بالاخره وقتی میبینیم که یک طرف دارد از صبر ملت و از صبر فرزندان ملت سوء استفاده میکند، طبیعی است که باید سوال گذاشته شود که چرا یک طرف باید صبر کند به خاطر صلح و وحدت، به خاطر آرامش، امنیت، طرف دیگر همیشه از اون سوء استفاده کند، از سادگی مردم، از خوشباوری ملت، از صبر و تحمل اپوزیسیون و سیاست‌های جنایتکارانه خود را بالای ملت تحمیل کند و بهترین فرزندان ملت را نابسته از حزب و حرکت‌هاشون وارد زندان کند و اینم به این شکل. به نظر من وقتی اون رسیده است که بدون کدام احساسات و بدون شعار پردازی‌های بی‌معنی نخبگان ملت، اونهایی که در ضمیرشان هنوز هم شعله وجدان و انسانیت باقی مانده است، سر یک مسئله
جمع شوند و این سوال را نزد خود بگذارند که تا کی و چی باید کرد. نباید انتظاری را از یک حزب سیاسی به تنهایی داشت، چی نهضت باشد چی غیر نهضت. به نظر ما باید اینجا تمام قشرهای جامعه، حزب‌های سیاسی، حرکت‌ها، شخصیت‌های مستقل همگان سر این مسئله جمع شوند، به این سوال جواب پیدا کنند و من فکر میکنم که دیگر ملت دارد آهسته آهسته به این مرز رسیده ایستاده است و باید این نکته را هم بگم که این حکومت با اشتباهات و جنایت‌های خودش این روز را و این حالت را دارد میتیزاند. استاد ببخشید یک لحظه، اینجا مثلا بیشتر کارشناسان بر این نظر هستند که همین سرکوبی آخرین نهضت به خاطر اون رفراندومی هست که در پیش رو است. یعنی اونها به خاطری که به یک جایی برسن و اون مادام العمری خود رو در حکومت اثبات کنند و تثبیت کنند، این کار رو به وجود آوردن. و آیا شما با این موافق هستید؟ ببینید تمام این مضحکه و اسپکتاکل‌هایی که در چند سال اخیر شد به خاطر همین رفراندوم بود. اینا به این نتیجه رسیدن که حتی در پارلمان کشور یک نفر رأی مخالف هم باشد، برنامه آنها تا به آخر انجام نمی شود. حتی حزب کمونیست را که خودشون از بطن حزب کمونیست بیرون آمدن تحمل نکردند، چون نگران بودند، می‌ترسیدند که شاید شادیش عبدالوف یا کدام وکیل دیگر از حزب کمونیست مخالفت کند به این مسئله، به این رفراندوم. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که 100% مخالفت میکرد، اگرچه همه میدونستند که با 2 رأی 3 رأی مخالف مسئله رو نمیشود از بین برد و اون حتما در پارلمان رأی میآورد. ولی وقتی که مسئله درباره پیشوای ملت هست، اگر یک نفر هم در پارلمان مخالفت میکرد، اون مسئله پیشواگی در پارلمان 100% نمیشد. اونا فکر میکنن که اگر 100% رأی پارلمان رو در این مسئله گرفتن، پس 100% رأی ملت رو گرفتن. ولی همه میدونن که اینجوری نیست. شما رو ببینید در شبکه‌های اجتماعی ملت چی میگوید و اصلا خود واژه پیشوا که زمان داهی میگفتن، در داهی پرولتاریات یا پیشوای پرولتاریات، خاصی نظام‌های دیکتاتوری هست، توتالیتاری هست یا خاصی توده ها هست، قبیله ها هست. اگر کمی دقیق‌تر بگیم، پیشوا خاصی رمه و گلم هست. حالا در جامعه انسانی خاصی توده و قوم ها هست، ولی خاصی ملت ها نیست. شما اسمش رو پیشوای ملت همونید، ملت نباید پیشوا داشته باشد، بخصوص باید از طریق قانون. وقتی که یک نفر رو شما پیشوا از طریق قانون قبول میکنید، قانون یعنی چی؟ قانون یعنی تحمیل کردن فکر، بگذار فکر اکثریت بر اقلیت. قانون یک قاعده دارد، اگر اکثریت اون رو پذیرفتن، اقلیت مجبور است که اون رو اجرا کند، احترام کند. این یک نوعی تحمیل کردن است. پس معلوم میشد که پیشواگی رو از طریق قانون بالای ملت دارن تحمیل میکنن. این علاقه ماهیت خود پیشوا رو حتی برای رمه گوسفند هم باشد از بین میبرد. بالاخره رمه یا توده گرگ برای خود وژک رو یا پیشوا رو از طریق رفراندوم قبول نمیکنند. اون به طور طبیعی بدون قانون با وجود می آید. هر کی ارزنده تر است او تبدیل میشد به پیشوای رمه یا گله یا هر چیزی که باشه. استاد این رفراندوم فکر میکنید نتیجه بعدی این رفراندوم چی میتواند باشد؟ مثلا شما گفتید یکیش پیشوای ملت، مثلا اینکه خاصی ملت نیست، خاصی چیز است، ولی به نظر میرسد این رفراندوم چیزهای دیگری هم در خودش دارد. نتیجهش تفصیلاتش داده نشیم. رفراندوم ملت رو از یک مرحله به مرحله دیگر میگذراند، از مرحله بد به بدتر. ما حالا که در یک مرحله بد قرار داریم، بعد از رفراندوم مرحله بدتر شروع می شود. ملت کاملا در اختیار یک گروه و حتی یک نفر قرار می گیرد. دیگر یک نفر تصمیم خواهد گرفت که الکی می گیرند چگونه باید خندید، چگونه باید گریست، چگونه باید مراسم برگزار کرد، چی باید پوشید و چی باید خورد، در کجا باید عبادت کرد. و اصلا شهروندان نه تنها حق یا حقوق فطری خود را از دست دادن، حتی قابلیت دیگه تصمیم گرفتن در حیات شخصیشون رو هم
از دست دادن. من فکر میکنم که از این به بعد بدتر خواهد شد. اما من پیشتر هم گفتم که خود همین رفراندوم و اون حادثه که شده ایستاده است، از اون جمله حبس و این حکم‌های سنگینی برادران و خواهران ما در نهضت اسلامی تاجیکستان، این روندی فروپاشی و از بین رفتن این سیاست‌ها رو میتیزاند. حالا اینجا دیگر فالبینی و پیشبینی نکنیم کی و چقدر، ولی حتما بدون شک این روند یک کمی سرعتش بلندتر میشد. و من فقط یک چیز رو در آخر این موضوع بگم که حالا جدا از اینکه رفراندوم چقدر رأی میگیرد، اصلا برگزارم که نشود یک رقمی رو اعلام خواهند کرد، این رفراندوم به کسی کمک نخواهد کرد و کسی از اون استفاده بردن نمیتواند در آینده. حالا من با استفاده از این فرصت به ملت آگاه و شریف تاجیک یک نکته را میگم که اونهایی که حرف ما را میشنوند احترام قائلن، خود را در این مضحکه و در این یک عمل ننگین شریک نکنند. اون روز مشغول کارهای بهتر و خوبتر و مفیدتر باشند، در خانه، در زمینی نزد حولگی، در هر جای دیگر. در این رفراندومی که واقعا بی آبروگی ملت است، بی شرفی است، شرکت نکنند. ولی اگر کسانی هم که ناچار یا مجبورند برای شرکت کردن، بدانند که این رفراندوم آینده نتیجه های آن آینده طولانی و درازمدت نخواهد داشت. و من فکر میکنم که در این شرایط امروزه در عصر 21 ملت ها دیگر آگاه شدند، بیدار شدند و اونا میتونن یک ملت رو یک مدت طولانی گول بزنن، فریب کنن، ولی نمیشه یک ملت رو مادام العمر فریب کرد و در اسارت گرفت. درست است. استاد برگردیم به قضیه محبوسین که در اینجا در خبرها دیدیم که یا شنیدیم که به راننده شما و جمشید نزدیکان شما، یعنی 3 نفر از نزدیکان شما که اونها بازداشت شده بودند، یک حکمی از همه کمتر رو دادند و این در جامعه یک سر و صدای را به وجود آورده است. به نظر شما در این باره چی است که چرا به اینها محض به این 3 نفر از همه حکمی کم طلب کرده است دادستان؟ ببینید، حالا من وارد این جزئیات نیستم که برای راننده من یا برای دیگر کسان از که در فعالیت حزبی نداشتند بلکه در کارخانه‌های خصوصی کار می‌کردند چقدر حکم صادر کردند. اگر از لحاظ انسانی نگاه کنیم، هر کسی را اگر حکمی کمتر دادن یا آزاد کردن، ما حتما طبیعی است که خرسند میشیم و باید خرسند هم شویم. دلمان می‌خواد که همه آنها را آزاد کنند. ولی اگر نه، همه کسانی که در حزب فعالیت داشتن آزاد نکردن، ولی کسانی که راننده بودن یا در کارخانه‌های خصوصی کار می‌کردن به حزب ربط نداشتن، آنها را حکم سبک دادن. پس این هم یک نشانه آن است که اینجا هدف فقط حزب است، کسانی که در حزب فعالیت داشتن و اون کسانی هم که گرفتار شدن فقط به خاطر ارتباط داشتن با ما، راننده بودن یا اینکه در کارخانه خصوصی ما کار کردن، گرفتار این مصیبت ها شدن. اما حالت دیگری هم در اینجا هست. ما پیشتر هم در طریق تلویزیون دیدیم که هم راننده ما و هم کسانی که شما نام بر کردید یگونه اعترافاتی را هم که من 100% باور دارم که تحت فشار گرفته شده است، یا با همین وعده اون که آنها را آزاد خواهند کرد یا حکمی سبکتر خواهند داد، به شرطی که اینها این اعترافات را انجام بدن که بالاخره آنها این صحبت ها را کردند. ولی از صحبت هاشون مشخص بود که خیلی خودشون ناراحتند، تحت فشار قرار دارند، ولی حرفای را هم گفتند که نه دلیل داشت نه مدرک داشت. شاید که اینا را همه را به نظر گرفتند و این درخواست پروکورور یا دادستان نسبت آنها سبب بود. البته بعضی کسانی که میتوانند از این مسئله، حتی رقیبان و دشمنان ما هم با سوء استفاده کنند که ببینید فعالان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را حکمی سنگین دادند، ولی کسانی که در کارخانه خصوصی رئیس حزب کار میکردن یا رانندهشون رو حکمی نه چندان سخت که این را حتی بعضی بدگمان ها و بعضی ها مخصوص میتوانند همچون یک سیاست های پسی پردگی و دیگر قلمداد کنند. ولی
بالاخره باید همه بدانند ما وقتی این حرف را میزنیم خداوند شاهد است و باز تکرار میکنم که ما مسئولیت داریم. من شخصا وظیفه‌دار هستم که خود را نزد خداوند نزد برادران قرضدار می‌حسابم که تمام زحمت و کارها را انجام بدیم که حتی یک روز هم باشد برای این برادران و خواهران ما سبکی ببخشیم. و حالا از یک چیز دیگر من نگرانم، میترسم که اگر این صحبت ما و شما قبل از صادر کردن حکم پخش شود که حتما باید پخش شود و من اصرار میکنم که باید قبل از هر چیز زودتر پخش شود، میتوانند حکم اون سبکی که نسبت راننده و کارمندان عادی شرکت های ما صادر کرده بودن اونها را تغییر بدهند به حکم سنگین‌تر که در اونجا بازم گناهکار کنند. ببینید اینا ما حکم سبکتر دادنی بدیم به شما، ولی باز هم سخنان رهبری حزب و دیگر مسئولین باعث آن شد که ما حکم سنگین صادر کردیم به شما. ولی به هر صورت دیگر خداوند خودش دانا هست، خداوند انصاف دهد به آنها. و من حالا چون بحث این مدت رفت، من این پیامم را صحبتم را به دادگاه، دادستان، به مفتشین در اینجا هم باید بگویم که اولش از خدا بترسند، دومش بدانند من با تمام مقدسات قسم میخورم، چون برادر سید عمر حسینی، محمد علی حیید، عبدالقهار، مولوی محمد علی اکی داملا زبیدالله، تمام این برادران رو، استادان رو من خوب میشناسم. یگان نفری آنها، یگان نفر اعضای ریاست و اعضای شورای سیاسی نهضت اسلامی تاجیکستان کمترین گناه رو در این تهمت ندارند. هم رهبریت کشور میداند، هم پروکورورها میداند، هم سودها میدانند. من فقط خواهشم این است که خودشان رو در این جنایت شریک نکنند. اونه که اینها رو تهمت کردن یک جنایت است، ولی حالا دادستان و دادگاه و اینها هم مجبورن که این حکم از قبل اعلان شده رو قانونی بگردانند. این خودش شریک شدن در جنایت است. حتما که فردا روز قیامت اینها جزای خود را اگر اصلاح نکردن، توبه نکردن خواهند گرفت. ولی یادشان نرود که در این دنیا هم بسیار انسان ها به جزایشان خواهند رسید و این ملت غیور تاجیک و فرزندان اینها، برادران اینها، هم حزب های اینها و مسئولین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هیچگاه دست از مبارزه مشروع برای آزاد کردن برادران، برای سبک کردن حالت برادران نخواهند برداشت و حتما من باور دارم که این ملت قصاص خود را، انتقام خود را از ظالمان خواهد گرفت. این بود صحبت کوتاه با استاد محی الدین کبیری. شما را به خدای بزرگ میسپارم.